سلام، به چنل هانا چیلز خوش اومدید. امروز یه داستان از ریدیت دارم برات. اسمش مالک جدید عروسکه. خوراکیاتون رو بذارید جلوتون، نوشیدنی بریزید و با من همراه بشید. یادتون نره لایک کنید، چنل رو دنبال کنید و به دوستاتون معرفی کنید. هیچ وقت خودم رو آدم خرافاتی نمیدونستم. داستان‌های روح، خونه‌های تسخیر شده، اشیای نفرین شده، همشون فقط قصه هایی بودن برای سرگرم کردن ما دور آتیش یا توی شب‌های طوفانی. اما به سختی یاد گرفتم که بعضی چیزها خیلی ترسناکتر از چیزی هن که هیچ قصه‌ای بتونه توصیف کنه. همه چی با یه جعبه شروع شد. یه بسته ساده و بدون نشونی که یه صبح سرد ماه نوامبر جلوی در خونم گذاشته شده بود. هیچ آدرس برگشتی نداشت. هیچ یادداشتی. فقط یه بسته مرتب که اسم من با خطی زیبا اما ناآشنا روش نوشته شده بود. اولش فکر کردم اشتباه شده. بسته مال کس دیگه ایه. اما کنجکاوی راهش رو به منطق ترجیح میده. پس بردمش داخل. گذاشتمش روی میز آشپزخونه و کاغذ رو کنار زدم. داخلش یه عروسک بود. نه از اون نوع خوشحال و شادی که توی فروشگاه‌های اسباب بازی یا اتاق خواب بچه‌ها میبینید. نه. این یه چیز کاملا متفاوت بود. صورت چینیش ترک خورده بود. انگار افتاده بود و تعمیرش کرده باشند. چشماش شیشه‌ای، بدون پلک، آبی زنده و غیر طبیعی بود که انگار هر کجا حرکت می کردم من رو دنبال می کرد. عروسک یه لباس قدیمی به سبک ویکتوریایی پوشیده بود. لبه‌هاش پاره و کهنه بودن و یه خرس عروسکی کوچیک و نخنما شده روی دستای کوچیکش چسبیده بود. یه چیزی توش بود. یه چیزی که نمیتونستم بفهمم. اما توی عمق وجودم حس میکردم. باید همونجا و همون موقع مینداختمش دور. اما نه. گذاشتمش روی یه قفسه توی نشیمن و دیگه بهش فکر نکردم. اون شب با صدای قدم بیدار شدم. اولش فکر کردم صدای جیرجیر تخته های کف قدیمی خونمه. خونه قدیمی بود، پر از صداهای عجیبی که سالها بهش عادت کرده بودم. اما اینا صدای تصادفی چوب نبودن. عمدی بودن. ریتمیک. نزدیک و نزدیکتر می شدن با اتاق خواب من. یخ زدم. قلبم داشت توی سینه‌ام میکوبید. یکی توی خونه بود. رفتم سمت گوشی روی میز کنار تختم. انگشتام میلرزید که پلیس رو گرفتم. اما قبل از اینکه بتونم دکمه رو بزنم صدا قطع شد. سکوت کامل فرو گرفت خونه رو. گوش تیز کردم. منتظر هر نشونه ای از سمت در بودم. اما هیچی نبود. بعد از چیزی که احساس میکردم یک قرن طول کشید. جرأت کردم و از رخت خواب بیرون اومدم تا قفل‌ها رو چک کنم. همه چی درست بود. هیچ نشونه ای از ورود کسی نبود. اون شب زیاد نخوابیدم. صبح روز بعد یه چیز عجیب دیدم. عروسک روی قفسه نبود. نشسته بود روی میز ناهارخوری. با اون چشم‌های بدون پلک که مستقیم به من زل زده بودن. یه لرز از ستون فقراتم پایین رفت. سعی کردم خودم رو قانع کنم که حتما جابجاش کردم و یادم رفته. اما توی دلم خوب میدونستم اینطور نیست. با این حال برگردوندمش روی قفسه و روزم رو گذروندم.
سعی می‌کردم اون حس ناراحتی که مثل پوست دومی بهم چسبیده بود رو از خودم جدا کنم. اما قدم‌ها اون شب برگشتن. این بار بلندتر. همراه با نجواهای ضعیفی که نمیتونستم تشخیص بدم چیه. توی رخت خواب موندم. پتو رو مثل طناب نجات چسبیده بودم بهش. ذهنم با هر بدترین سناریویی که ممکن بود میدوید و بعد به همون سرعتی که شروع شده بود تموم شد. خونه دوباره ساکت شد. وقتی صبح روز بعد رفتم توی نشیمن، عروسک روی زمین بود. سرش رو به سمت در برگردونده بود، انگار که منتظرم بوده. دلم آشوب شد. موجی از وحشت و حالت تهوع به جونم افتاد. تصمیم گرفتم از شرش خلاص شم. عروسک رو انداختم توی یه جعبه. چسب زدم و بستمش. و رفتم به نزدیکترین فروشگاه خیریه. فروشنده یه نگاه عجیب بهم انداخت که جعبه رو دستش دادم. اما برام مهم نبود. فقط میخواستم که از شرش خلاص شم. برای اولین بار توی چند روز حس آرامشی کردم. انگار یه وزنه رو از روشونه هام برداشته باشم. اون شب آروم خوابیدم. هیچ صدایی نبود. هیچ صدای پایی نبود. هیچ نجوایی. فقط سکوت. اما این آرامش دوام نیاورد. صبح روز بعد عروسک برگشته بود. نشسته بود روی میز آشپزخونه. چشم‌های شیشه‌ایش توی چشمای من بود. نفسم توی گلوم قفل شد. عقب رفتم. نزدیک بود صندلی رو بندازم. این نمیتونست یه اتفاق باشه. غیر ممکن بود. عروسک رو گرفتم و برداشتم برم حومه شهر. جایی که یه معدن سنگ قدیمی رو تبدیل به زباله‌دونی کرده بودن. عروسک رو هر چقدر میتونستم پرت کردم. دیدم توی دریای آشغالا ناپدید شد. این بار مطمئن بودم که برای همیشه رفته. یا حداقل فکر میکردم. وقتی برگشتم خونه، عروسک جلوی در روی ایوون منتظرم بود. عروسک دیگه از خط قرمز رد شده بود. دیگه فقط یه شی وهم‌آلود نبود. خیلی بدتر بود. یه چیزی شرور. بهش خیره شدم. دستام میلرزید که قفل در رو باز میکردم. به این فکر کردم که بذارمش همونجا بیرون. کلاً خونه رو رها کنم. اما کجا میتونستم برم؟ این خونه من بود. با دستای لرزون برداشتمش و بردمش داخل. با اینکه تک تک سلولهای وجودم فریاد میزد که این کارو نکن. باید میفهمیدم با چی طرفم. باید یه توضیح منطقی وجود میداشت. یا لااقل که این رو به خودم میگفتم. عروسک رو گذاشتم روی میز و از نزدیک بررسیش کردم. ترک‌های صورت چینیش عمیق‌تر و تیره‌تر به نظر می‌رسید. تقریباً شبیه رگ‌هایی که زیر سطح پوست پخش می‌شدند. لباسش پاره‌تر از قبل شده بود و خرس عروسکی توی دستاش حالا یه چشمش رو از دست داده بود. اما ترسناکترین تغییر چشماش بودن. دیگه فقط بدون پلک نبودن. زنده بودن. توی نور کم می‌درخشیدن. انگار چیزی از درون به بیرون نگاه می‌کرد. تصمیم گرفتم بفهمم این عروسک از کجا اومده. باید از جایی اومده باشه. ازش عکس گرفتم و گذاشتمش توی چند تا انجمن آنلاین که به عروسک‌های عتیقه و چیزهای فراتبیعی اختصاص داشتن. ظرف چند ساعت جواب‌ها شروع شد به ریختن. بیشترشون کلی بودن. حدس‌هایی درباره سن یا سبکش. اما یه پیام خودنمایی می‌کرد. از طرف یه کاربر بود با هیچ عکس پروفایلی و یه اسم کاربری که فقط یه رشته عدد تصادفی بود. پیام این بود: از شرش خلاص شد.
اگه میتونی بسوزونش، توی خونت نگهش ندار. این فقط یه عروسک نیست. دلم آشوب شد که پیام رو خوندم. جواب دادم و پرسیدم منظورش چیه؟ اما اون کاربر دیگه هیچ وقت جواب نداد. اون پیام تمام روز من را عذاب داد. ترسم هر ساعت بزرگ و بزرگتر می شد. اون شب نجواها برگشتن. بلندتر و واضح‌تر. نمیتونستم کلمه ها رو بفهمم، اما غیر قابل انکار بودن. توی خونه میچرخیدن مثل بادی شیطانی و بعد خنده اومد، نرم، بچگونه، اما جوری تحریف شده که پوست تنم میلرزید. از نشیمن میومد. چراغ قوه رو برداشتم و آهسته رفتم توی راه رو. قلبم اونقدر بلند میزد که فکر میکردم الانه که وایسته. چراغ چشمک زد که وارد اتاق شدم. سایه های وهم‌آوری روی دیوارها انداخت. عروسک دیگه روی میز نبود. نشسته بود روی صندلی دسته دارم. سرش یکم کج بود. انگار به هم لبخند میزد. نفسم بند اومد. چراغ قوه رو انداختم زمین. اتاق فرو رفت توی تاریکی و نجواها بلندتر شدن. اسرارآمیزتر. عقب رفتم. دنبال کلید چراغ میگشتم. اما وقتی بالاخره روشنش کردم، عروسک رفته بود. اتاق خالی بود. کل خونه رو گشتم. هر کمدی، هر گوشه‌ای، اما ناپدید شده بود. با این حال هنوز حضورش رو حس میکردم. مثل وزنه‌ای که رو دوشم سنگینی میکرد. خفه کننده و گریز ناپذیر بود. خودم رو توی اتاق خواب قفل کردم و تا صبح بیدار بودم. یه چاقو رو برای محافظت چسبیده بودم به دست. صبح روز بعد عروسک رو توی تختم پیدا کردم. داشتم از هم میپاشیدم. هر فکر منطقی که بهش چسبیده بودم توسط غیر ممکنها تکه تکه شده بود. دیگه فقط عقل سالمم توی خطر نبود. احساس میکردم خود روحم زیر محاصره است. عروسک بیجان نبود. فقط یه یادگاری ترسناک با ریشه‌ای مرموز نبود. به طریقی که نمیتونستم درک کنم زنده بود و بدتر از همه یه چیزی از من میخواست. اون روز صبح رو صرف جستجوی اینترنت برای هر چیزی که میتونست کمکم کنه کردم. داستان‌های عروسک‌های تسخیر شده کم نبود، اما بیشترشون یه افسانه شهری بودن یا داستان‌های ترسناک. هیچ کدوم راه حلی ارائه نمیدادن. فقط هشدارهایی که دوری کنم، اما نمیتونستم دوری کنم. برای این کار خیلی دیر شده بود. عروسک قبلا من رو انتخاب کرده. یه پست توجه من رو جلب کرد. توی یک انجمن برای علاقه‌مندان به علوم غریبه. عمیق و پنهان بود. کاربر ادعا می‌کرد که با عروسکی مشابه مواجه شده. عروسکی که به نظر می‌رسید خودش حرکت می‌کرد و صاحبش رو عذاب می‌داد. اشاره کرده بود به یه مراسم. یه راهی برای تبعید کردن هر موجودی که به اون شی متصل بود. گفته بود ریسک داره و تضمینی نیست. اما تنها سر نخی بود که داشتم. اون مراسم به نمک، شمع و چیزی نیاز داشت که من رو به عروسک متصل می‌کرد. توی این مورد همون جعبه‌ای که توش رسیده بود. باید عروسک رو با دایره‌ای از نمک محاصره می‌کردم. شمع‌ها رو 4 جهت اصلی روشن می‌کردم و یه طلسم مشخص رو تکرار می‌کردم. در حالی که تمام تمرکزم رو روی قطع کردن ارتباط بین خودم و اون موجود می‌ذاشتم. مسخره به نظر می‌رسید، اما مسخره بودن به واقعیت من تبدیل شده بود. اون شب خودم رو برای مراسم آماده کردم. عروسک رو گذاشتم توی مرکز نشیمن. دورش رو با یه حلقه ضخیم نمک محاصره کردم و شمع‌ها رو به طبق دستور چیدم. چشمای عروسک توی نور سوسوزن شمع می‌درخشید. انگار میدونه دارم سعی می‌کنم چی کار کنم. نفس عمیقی کشیدم. جعبه‌ای که توش رسیده بود رو چسبیده بودم به دستم.
و شروع کردم به طلسم خوندم. اولش هیچ اتفاقی نیفتاد. اتاق ساکت بود. تنها صدای لرزان خودم بود که طلسم رو تکرار می‌کردم. اما بعد هوا سنگین شد. غلیظ با حضوری که پوست تنم رو می‌خزوند. شعله شمع‌ها به شدت سوسو می‌زد. سایه‌های کج و معوجی روی دیوارها انداخت. نجواها برگشتند. بلندتر از همیشه. هرج و مرج. و بعد عروسک حرکت کرد. سرش رو آهسته چرخوند تا اینکه رو به من بود. صدام می‌لرزید. طلسم توی گلویم خفه شد و در حالی که با وحشت خیره شده بودم، نجواها توی صداهای واحد جمع شدن. عمیق، خشن و غیر انسانی. نمیتونی از من فرار کنی. گفت تو خودت دعوتم کردی. همه شمع‌ها یک دفعه خاموش شدن و اتاق رو فرو بردن توی تاریکی. عقب خزیدم. جعبه رو مثل سپر چسبیده بودم به سینم. هوا عجیب بود. هوا الکتریکی بود. شارژ شده با شیطانی که نفس کشیدن رو سخت میکرد. دستپاچه چراغ قوه‌ای رو که روی زمین جا گذاشته بودم گشتم. انگشتام چنان میلرزید که به سختی میتونستم بگیرمش. وقتی بالاخره تونستم روشنش کنم، عروسک رفته بود. اما تنها نبودم. سایه‌های اتاق به نظر می‌رسید جابجا میشن. توی قالبی که هم بیشکل بود، هم به طرز مشخصی انسانوار جمع می‌شدن. بالای سر من قد کشید. حضورش طاقت فرسا بود. صدا دوباره اومد. این بار از همه جا. تو الان مال منی. به نظر می‌رسید خود واقعیت موج می‌زد. لبه‌های اتاق توی تاریکی حل می‌شد. سعی کردم تکون بخورم، جیغ بزنم، اما بدنم اطاعت نمی‌کرد. موجود نزدیکتر اومد و برای اولین بار صورتش رو دیدم، یا بهتر بگم نبود صورتی رو. یه خلأ بود. یه چاه گرداب بار از هیچی که ذات من رو به سمت خودش می‌کشید. عروسک پیش پاش ظاهر شد. چشم‌های شیشه‌ایش حالا با نوری شیطانی می‌درخشیدند. موجود دست دراز کرد. دست سایه‌وارش دور من حلقه زد. با صدای زنگ در بیدار شدم. سرگیجه داشتم. رفتم سمت در ورودی و دیدم یه بسته ساده و بدون نشونی منتظرم. و اسم من با خطی زیبا و ناآشنا روی اون نوشته شده بود. داخلش یه عروسک بود. داستان امروز تموم شد، ولی ماجراهای ترسناک هنوز تموم نشده. اگه از این داستان خوشت اومد یه لایک بذار و کانال رو دنبال کن تا ویدیوی بعدی رو از دست ندی. برای خوندن داستانهای بیشتر میتونی به سایت شوپر داتایار سر بزنی. اگه خودت داستان ترسناک داری میتونی اونجا بنویسی تا توی ویدیوی بعدی برای بقیه تعریف کنم. به دوستاتم بگو بیان ببینن. شاید نتونن راحت بخوابن. بدرود تا داستان بعدی.